پیغمبر فرمود حتی به شوخی هم دروغ نگید، جرأت پیدا میکنید به این که به راست هم دروغ بگین. مواظب تکی کلامون باید باشیم. عرض کردم محضرتون به پدرها به مادرها یاد بدید بعضی از پدر مادرها تکیه کلامشون بعضی از چیزای به درد نخوره. الهی فدات بشم، الهی دورت بگردم. خب تو هر چی دور منم بگردی که سرگیجه میگیری، به درد من نمیخوره که. قربون شکل دست ببرید تو تکیه کلام ها، تو دعاهای ثابت پدر و مادرتون. نمونهشو عرض کنم. مثلا تکیه کلام خدا خیرت بده، خیلی دعای بزرگیه، خیلی خیلی دعای بزرگیه. همین خدا خیرت بده. مثلا روایت داریم اذا اراد الله به اهل بیت خیرا، خدا وقتی برای خانواده خیر بخواد ادخل علیهم باب الرفق، رفاقت رو بین خانواده حکم فرما میکنه. حرمت و جایگاه پدر و مادر در اعلی حد محفوظ. پدره با بچهش رفیقه، مادره با بچهش رفیقه. ادخل علیهم باب الرفق یک دنیا باز تو خودش معنی داره. پیامبر فرمود اگر 3 خصلت رو در کسی دیدید حق دارید از کلمه رفیق براش استفاده کنید. لا تسمى الرجل سمة معروفا، حق ندارید کلمه رفیق رو هزینه کنید، به قول ما شهیدش کنید. فرمود اگر این 3 خصلت در کسی نبود ازش فاصله بگیرید، ازش فاصله بگیرید، ازش فاصله بگیرید. دوست باشید باش ولی رفیق نباشید. یکی فرمود 3 بار عصبانیش کن. حالا حضرت میفهمون اگه خدا برای خانواده خیر بخواد باب رفاقت رو بین اونها باز میکنه.